سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی. همونطور که میدونیم میل به همیشه جوان ماندن بازار بزرگی از درمانهای ضد پیری رو ایجاد کرده که هر یک به دنبال روشی ماندگار برای بهبود علائم پیری پوست هستند. تحولات اخیر در فناوری لیزر اکنون روشی با دوام و علمی رو برای بازگرداندن زیبایی طبیعی پوست ارائه داده که برخلاف روش‌های درمانی سنتی امکان کنترل دقیق‌تر در پروسه درمان با لیزر را فراهم می‌سازد. درمان با لیزر فوتونا یک روش انقلابی در مراقبت از پوست است که از لیزرهای قدرتمند برای جوانسازی پوست در 4 بعد مختلف استفاده می‌کنه. در این ویدیو با کاربردهای مختلف لیزر فوتونا آشنا میشیم. جوانسازی پوست با لیزر فوتونا یک تکنیک منحصر به فرده که برای موارد خطوط ریز و چین و چروک صورت، شلی و افتادگی پوست، همچنین برای رفع خط خنده، برای از بین بردن لک‌های پوستی، برای جای جوش، معمولا کسایی که دچار آکنه شدن و جای جوش رو صورتشون مونده میتونه با این لیزر از بین بره، برای جای بخیه، کسایی که به هر علتی بخیه روی پوستشون قبلا انجام شده و جای بخیه مونده، این لیزر میتونه جای بخیه رو همچنین جای اسکار رو از بین ببره. همچنین کاربرد دیگرش برای از بین بردن عروق واریسی هست. عروق واریسی رو به طریق گرمادهی از طریق این لیزر کاملا از بین میره. افرادی که دچار خروپف هستن به علت شل شدن سقف دهانشون، با گرمادهی این لیزر سقف دهانشون کاملا سفت میشه و به مقدار خیلی زیاد خروپف در این افراد کاهش پیدا میکنه. از کاربردهای دیگه این دستگاه برای سفت کردن شکم استفاده میشه. سفت کردن پوست شکم در کسایی که به هر علتی دچار شلی بافت شکم شدن، به وسیله این دستگاه و گرمادهی لیزر پوستشون حالت سفت و لیفت پیدا میکنه. همچنین برای لیفت پلک بالا به جای بلفاروپلاستی و جراحی از طریق این دستگاه لیفت پلک بالا انجام میشه. برای لاغری موضعی که گرمادهی لازم رو برای مرگ سلولهای چربی فراهم میکنه. همچنین برای سفت کردن پوست گردن و برای رفع اسکار از این دستگاه استفاده میشه. و کاربرد دیگه این دستگاه برای رفع زگیل هست در کسایی که دچار زگیل شدن. همچنین کاربرد دیگرش برای رفع ترک‌های پوستی شکم و سینه هست در کسایی که به هر علتی دچار ترک‌های پوستی شدن. در این روش غیر تهاجمی از ترنگ جداگانه از نور طبیعی بدون اشعه ماورای بنفش استفاده میشه که به پوست نفوذ کرده و هر کدوم خاصیت خاصی دارد. نور قرمز به عمق پوست نفوذ کرده و التهاب رو کاهش داده و گردش خون رو بهبود میبخشه و پوست را صاف و سفت میکنه و حالت لیفت شدگی به پوست میده. پس این کاربرد نور قرمز از کانال ما. کانالمون رو لایک و سابسکرایب کنید. ممنون از همراهیتون.